مجان آماده کردن، خودتان قضاوت بکنین که چقدر مقبول برشان آماده کرده. میشنویم. تا دنیا دنیاست تو جان منی، تو سرنوشت آمال منی. تا دنیا دنیاست تو جان منی، تو سرنوشت آمال منی.
طلب کردم چشمش به گریان آمد یک بوسه طلب کردم چشمش به گریان آمد نرم نرم آیسته بیا مثل گل دسته بیا نرم نرم آیسته بیا مثل گل دسته بیا دخترک جیگی جیگی مردم برد بگی نرم نرم آیسته بیا مثل گل دسته بیا نرمک نرمک چادر بالا کردی نرمک نرمک چادر بالا کردی کمک کمک سرم پیدا کردی کمک کمک سرم پیدا کردی جیگی 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 مرا دیوانه کردی با زلف سیاه پای مزولانه کردی با زلف سیاه پای مزولانه کردی های 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 برو برو های های برو برو پیش من بانه کردی مرا دیوانه کردی پیش من بانه کردی مرا دیوانه کردی دلم بالیدنت مشتاق گشته از این قریه به آن قشلاق گشته صدایت را بکش از پشت دیوار که تا به صبر من هوراق گشته صدایت را بکش از پشت دیوار که تا به صبر من هوراق گشته حجم شروکت سازه دلها را می نوازه خوش کن خالی نمانی این میدان درازه جوانا چک چک کنیم برقصیم دستک زنیم با نغمه‌های گندشکم بالک و بالک زنیم گندشکک طلایی سرخ و سفید سیایی این سموسم میبری دل مرا میبری گندشکک طلایی گندشکک طلایی هی دانه دانه یک دانه یک دانه یک دانه کش کرده ها بدانه سازای پرده حواله اجمل بره بخانه سازای پرده حواله اجمل بره بخانه بلبل درون قفس هر جوان داره هوس جوان را ما میگم همینجا میکنیم بس دوستا کدام آهنگ مان که اینا نخوانده باشن نماندنی تمام آهنگ ها را اینا رو خواندن فهمیدم که خوششان آمد خواندن چک چک کردن. بسیار مقبول ما خواندین. جوانا رو ما میگم همینجا میکنیم بس بسیار مقبول خواندین و شکر. قابل قدر هم هست زنده که باشین. تمام دوستایی که اینجا آمدن شما را باید بیشتر و بیشتر تشویق بکنن یک کف محکم حال نوبت شماست که هم بر نوازنده‌های بسیار خوب ما بزنیم و هم بر تمامی دوستایی که آمدن با افتخار نوازنده عزیز تشکر. تشکری بسیار خاص زیاد. از استودیوی زرنگار و یک تشکری خاص از اجمل زهین به خاطر که یک چیز متفاوت جور کردیم نسبت به دیگه هنرمندا و در 10 دقیقه 11 آهنگ جای ساختیم که امکانش نیست. مقصد ما خواستیم که امی موسیقی محلی خود ما باشه دول و رباب و مکمل لایو است و تشکری از ذوالفقار که مریضم شده بودم کسی دیگه آهنگ جور به خاطر آهنگ شما حال دیگه تشکری دیگه از من ضرورت نیست که از اجمل جان بخوام خودشون از خود تشکر کردن به افتخار خودم خب تشکر بسیار زیاد. آهنگ بسیار زیبا، آهنگ ریمیکس شما خواندین و همگی خوش کرد و تمام آهنگ ها را خواندین. یک سوال دیگر هم میکنم، باز اجازه میدم که شما برین. تمام آهنگ هایتان بسیار زیباست و تمام آهنگ هایتان همه دوست دارم، بخصوص من خودم هم دوست دارم آهنگ هایتان. آهنگتان که میخواهم ازت دورشم بیشتر در قلب همه جا گرفته در بین تمام آهنگ هایتان، دلیلش شما چی میبینین؟ خب گرچه آهنگتان فکر بکنم بازخوانی هم بله دلیلش آهنگ بازخوانی ساقای معین خوانده بود با موسیقی ایرانی
من خواستم با موسیقی محلی، یعنی یانگ دوستا همیشه وقت گوش کنین و فکرتان باشه موسیقی محلی اصیل افغانستان ما شما هیچ وقت گم نمیشه. به خاطر همین بیشتر کانگارم که من خواندم کلش با موسیقی محلی بود، دول و رباب بود که کسایی که پیشتر تو خواب بودن اما خدا خیر بیدار شدن. موسیقی محلی خود ما بسیار موسیقی مزه‌دار است و یانگی که پیشتر من خواندم عاشقانه، این فقط خواستم که دوستا بفهمن که اجمل دیگه سبکار رو میتونه بخونه. باز بخیر گانگ دیگه داره، ما با بسیسم محلی است. دیگه گانگ دوری شعر مقبول داره، فام است، اما اگه میتونه زود درکش کنم فهمت. وقتی طفل خوردم که میشنوه، زیادتر طفلای خورد یانگ دوست دارن اگر فکرتان باشه. وقتی که میشنوه خوشش میاد، به خاطر که فام است، اگه میفهمه موسیقیش محلی است، ویدیو کلیپش در فضای سرسبزی تخت سالف خود افغانستان است، به خاطر زمین است که همه خوش کرد. و به مو خاطر و یک قطعه عکس از دختر هستنی که شما میگیریم باز بعضی یک بچگک پیش داد میگه